سرد زمستون این بچه ها خیلی به ندرت غذا پیدا میکنن و اینکه غذا که نخورن تلف میشن. توی تابستون بهتره که خیلی کمتر غذا به بچه ها بدیم، چون خودشون میرن مشت کار میکنن و صدمه هم به اکوسیستم نمیخوره. اینم برای کسایی که نمیدونن، آگاهی ندارن، ما رو دیس میکنن که ما غذا به بچه های به گربه ها میدیم، به بچه ها اصلا بدونن که اینا صدمه‌ای به ما نمیزنن. وقتی هم که به اینا غذا میدید لطفا بعدش دستاتون رو کامل بشورید، حتی اگه لباستون خودشون رو به لباستون میمالن بشورید، برای خودتون برای خانواده‌تون مشکلی پیش نیاد. این زنجیره هم هر کی که واقعا دوست داره حامی حیوانات باشه اگه رعایت کنه هیچ مشکلی نه برای انسانش به وجود میاد نه برای حیوانش.